بچه‌ها خیلی خوش اومدید به اومدید یه ویدیو جدید. یه ویدیو جدید. البته اونایی که ما قبلا دنبال داشتن، ما یه چند وقت پیش هم ویدیو میذاشتیم و به خاطر یه سری مشکلات که ما خونه‌مون رو عوض کردیم و نتونستیم دیگه پیش هم باشیم، نمیتونستیم ویدیو بگیریم و پیش هم باشیم و دوباره یکم باز با هم نزدیکتر شدیم و اومدیم که دوباره ویدیو گذاشتن و کارات رو شروع کنیم. اما این بار کلافه، اما این بار خیلی پیشرفته تر و از گوشی های دوتامون ویدیو میگیریم و این دفعه خیلی چیزای بهتری یاد گرفتیم و ویدیوهای کیفیت بهتر و خفن‌تری میذاریم و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب من استارت بزنیم که بریم رو بزنیم. بچه ما یه ویدیو گرفتیم، پشت صحنه‌اش متاسفانه خراب شد و دیگه نتونستیم به ویدیو ادامه بدیم و دوباره اومدیم دومی بخش ضبط ویدیو و این اولین ویدیو که داریم میخوایم بذاریم و خب بچه کجای بازش شروع میشه از این الان. صدا پامه کسی نمیشه مگه اون بالا 300 آجی خود بید یه رازی کنم خوردی یا میرون چه؟ البر بیا برادگان یا حسین مگه نرفتی تو اون گیر نکردی؟ نه من این به تیر جلوتا چی بود؟ زیفو جلوم ترکید داشتم میرفتم مردی آفرین میزنم اونجا گرای ها میداندازی رو شروع کنی. کجایی؟ نبودی که بید بلگ یخید بود دو تا انداختی قشنگی میبینمش بعد میبینم آجی بالا سری خوشانسه هم بغلت خورد دقیقا اسمان ترا بیش چی داره؟ اسمان ترا چی بود؟ سری اسپانش رو میخوام بیارم نخور نمردی زدم دریوش مگه از پشت این ماشینه میشه زد قد این طرف دارن دیگه لایک کنن، طرف دارن تولو کامنت کنن و تو میدونن کامنت رو لایک نمیده گره. خب برم بالا دیگه برم خوز از اینا آجی بدبخت بدیم تو کمپرها هستن قرقاور میزنن
حداقل بگو بچه کجا. سلام. یه قلم رو منه. من زدم. میشه منم کلاس میزنم ها. با من اونجا میکارم نمیام به تو آسیب بزنم. خودت میری تو آسیب بزنی. بمبم نرسید به. نرسید؟ نزدی. خدا. یه برمیدارم. یه دقیقه نزن. برو. مردی باش. یه لحظه. فکر نمی‌کردم. بله. شیطره نیست. با خدا این چیزی بود دیگه. هنگ کردم. شده شوزاده. دوتایی نگاه میکنم. چای داره. ریلود ندارم نزن محمد. نشستم دارم آروم میرم. هیپ حسابه؟ برو حسابه. و دیگه چیکار کنم؟ خودت بیشتر داره گردی کنم. دوتا هم با هم نمیشه. نمردی. آرامش خود رو اسم میکنی وقت نکنم نکسی. معلوم نیست کمپر نمیره کجا. برو بابا. خیلی نامردی. ریلود چرا میکنی نامرد؟ این شیار ریده برداشته. تندرو. این تندرو چه بره داره؟ اون مخصوصه ایده. یه دقیقه وایسا صفحه تو ببینم. شانسی انداختی نه؟ چون میدونم همیشه وقتی میخوای ریزبان طرف کنی هم وسط میدونی طریقه همون وسط میاد. خودش تله خودش میگه اشکال نداره. همین ظرفا چه اسم میشه؟ بابا اون تندرو تو وسط داری چی میزی؟ به هر حال دیگه دیگه من کار کنم امیدوارم جواب بیدیش رو بگیر دیگه. شخص
خودت هم مردی یا نه؟ چیه اون؟ اسنایپی به اون بده اصلا استایل نیست لبل بره؟ عجبی فکر کردم لبل منه هیپ زدی؟ گفتی عجب هیپی؟ نه میگفتیم عجب هیپی لبل منه؟ آره چیه؟ زیاد گذاشت هر چقدر که میره عجب تمومه قشنگ تو حلقت بودم میخواستی نزن صدام گرفته؟ او همه ثابت کرده است که با کمپری هم میتوان کیل گرفت خیلی میخواستم پوش بزنم 180 اونجا داره کارهای اداری بمبی رو میکنه منم خب بعضی وقتا زدم من اولش این چی بود تو صورتم ترکی میرم داشتم میبارد این چیه؟ من اینجا وایس دادم خب بزن منو این برقتون نبود چون تندرو داشت بجا نگاه این فقط با تندرو خود ولی بدون تندرو ما دو رفتیم دوتا دوئلم و یه دونه با اوتلا زد با یه دونه اختلاف که اونم من لگ بودم و یه بارم بدون تندرو بودم اینجور زدم دیگه نوچ دیگه تندروه خب تایم ویدیو هم داره دیگه زیاد میشه و خب بچه ها خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین اگه خوشتون اومد لایک کنین کامنت بذارین سابسکرایب کنین زنگوله رو فعال کنین تا هر وقت جدید میذاریم بودو ببینین تا اولین نفر باشین که ویدیو جدید ما رو میبینید و تا یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.